سلام رفقا، حالتون چطوره؟ به کانال خودتون دانستنی پلاس خوش اومدید. به اصرار مکرر شما امروز میخوام درباره گربه، یه حیوان بانمک و دوست داشتنی و در عین حال پیچیده و عجیب بحث کنم و این موضوع رو با شما به چالش بکشم و یه سری اطلاعات تازه و جذاب درباره گربه در اختیارتون بذارم. هممون میدونیم امروز بیشترین حیوانی که تو سطح خیابون به چشم میخوره گربه است و تقریبا میشه گفت تو هر محله، هر خیابون و هر شهر به طور کلی همه نقاط زمین این موجود بانمک و دوست داشتنی رو دارن. حتی افرادی هستن که همین گربه های خیابونی رو با خودشون به خونه میارن، یا نه خیلی هستن که از پتشاپ یک واکسیناسیون شده و شناسنامه دارش رو میخرن. افراد زیادی هم هستن که به شدت از این گربه ها میترسن و وحشت عجیبی دارن. در کل گربه موجود باحال و عجیب و غریبیه. خب مثل همیشه بریم سراغ اصل مطلب. گربه یک گونه اهلی، گوشتخوار و پستاندار است که جثه کوچیکی داره. گربه تنها گونه اهلی در خانواده گربه‌سانان است و برای تمایز آن از اعضای وحشی این خانواده اغلب از آن به عنوان گربه خانگی یاد میشه. گربه میتونه گربه خانگی، گربه مزرعه یا گربه رمیده باشه. گربه های رمیده آزاد هستند و از تماس با انسان پرهیز میکنند. گربه های خانگی به دلیل همراهی و توانایی آنها در شکار برای انسان ارزشمند هستند. حدود 60 نژاد گربه تا کنون به ثبت رسیده. گربه از نظر آناتومی شبیه سایر گونه‌های گربه‌سانان هستند. آنها بدنی منعطف دارند و سریع واکنش نشون میدند. دندان‌های تیز و پنجه‌های جمع شونده دارند که برای کشتن طعمه‌های کوچیک کاربرد داره. گربه‌ها توانایی دید در شب دارند و حس بویایی اونها نیز به خوبی تکامل یافته. ارتباطات گربه‌ها شامل صداسازی مانند میو، خورخور، صدای لرزش، خس، قرقر و همچنین زبان بدن مخصوص گربه هاست. گربه برای شکار بیشتر در هنگام سپیده دم و غروب فعال است که میتواند صدای بالاتر یا پایینتر برای گوش انسان را بشنود، مانند گوش‌های موش و دیگر پستاندارهای کوچک. گربه‌های خانگی ماده می‌توانند از بهار تا پایان فصل پاییز بچه گربه داشته باشند. زایمان آنها اغلب شامل 2 تا 5 بچه گربه است. گربه‌های خانگی به منظور زاد و ولد پرورش داده می‌شوند و در رویدادهای مشخص به نمایش گذاشته می‌شوند. سرگرمی که تحت عنوان فانتزی معروف است. عدم کنترل بر پرورش گربه‌های خانگی، ناموفق بودن برنامه‌های عقیم‌سازی در کاهش تعداد آنها و همچنین رها کردن این حیوانات خانگی در طبیعت سبب پدید آمدن تعداد زیادی گربه خیابانی در سراسر جهان شده که این موضوع می‌تواند به کاهش جمعیت و انقراض گونه‌هایی از پرندگان، پستانداران و خزندگان منجر شود. گربه‌ها ابتدا در حدود 7,500,000 سال پیش از میلاد در خاور نزدیک اهلی شدند. مدت‌ها تصور می‌شد که اهلی کردن گربه‌ها در مصر باستان آغاز شده، زیرا از حدود 3,100 سال پیش از میلاد به گربه‌ها در مصر باستان احترام گذاشته می‌شد. تا سال 2021 میلادی 220 میلیون گربه دارای صاحب و 480 میلیون گربه ولگرد در جهان وجود داشت. در سال 2017 گربه خانگی با 95 میلیون جمعیت دومین حیوان خانگی محبوب در ایالات متحده آمریکا بود. در بریتانیا 26% از بزرگسالان گربه دارند که جمعیت این گربه ها تا سال 2020 میلادی 10.9 میلیون بوده است. در ایران نیز تخمین زده می شود که تعداد گربه ها بین 1 تا 2 میلیون عدد باشند. گربه های ماده معمولاً راست پنجه هستند. پنجه گربه ها با جنسیت آنها ارتباط دارد. گربه های ماده راست پنجه هستند. بیش از 20 ماهیچه گربه ها را کنترل می کنند. گربه ها می توانند حتی آهسته ترین صداها را بشنوند چون بیش از 20 ماهیچه دارند
که قسمت خارجی گوش آنها را کنترل می‌کند. همچنین گربه‌ها وقتی حرکت نمی‌کنند، منبع صدا را دقیق‌تر تشخیص می‌دهند. به همین دلیل اغلب می‌ایستند و گوش می‌دهند. گربه‌ها خواب‌آلو هستند. گربه‌های خانگی اغلب در یکی از این 4 حالت هستند: خوردن، خوابیدن، بازی کردن. اما زمان خوابیدن آنها بیشتر از مجموع 3 فعالیت دیگر است. گربه‌ها جزو پرخواب‌ترین حیوانات هستند، چون در طبیعت باید از انرژی زیادی برای شکار استفاده کنند. گربه‌ها مزه شیرینی رو حس نمی‌کنند. در واقع گربه‌ها فقط به گوشت علاقه ندارند و تمایلی به شیرینی و ادویه‌جات دارند. آنها برخلاف سایر پستانداران نمی‌توانند مزه شیرین را حس کنند. گربه داشتن فشار خون رو کاهش میده و استرس رو کم میکنه. خیلی جالبه مگه نه؟ و در برابر مشکلات قلبی از انسان محافظت میکنه. پس چقدر خوبه یه گربه داشته باشی. گربه ها در هضم لاکتوز مشکل دارن. اگرچه بیشتر گربه ها شیر دوست دارند، اما با هضم لاکتوز مشکل دارن و منجر به اسهال و دل دردشون میشه. میدونستید ماهی خام برای گربه ها مضره؟ گربه ها ماهی خام دوست دارن، اما براشون بده. ماهی نپخته حاوی باکتریه که برای گربه ها مضره و باعث مسمومیت غذاییشون میشه. همچنین آنزیمی در ماهی خامه که ویتامین B ضروری رو از بین میبره و باعث مشکلات عصبی براشون میشه. جالبه بدونید که گربه ها میتونن بیش از 100 صدای مختلف تولید کنن. گربه ها میتونن صدای هیس، میو میو، خورخور، جیغ و 10 صدای دیگه تولید کنن. تازه نسبت به سگ‌ها خیلی باهوش‌ترن. قشر مغزی گربه ها بسیار پیچیده تر از سگ هاست. همچنین 2 برابر سگ ها سلول عصبی دارن. علاوه بر این گربه ها در حل مسائل پیچیده بهتر از سگ ها عمل میکنن. شاید براتون جالب باشه که گربه ها عضلات قدرتمندی در پاهای عقبشون دارن که به اونها کمک میکنه فاصله بیشتری بپرن. اونها از دمشون برای تعادل استفاده میکنند. به همین دلیل هیچ مشکلی با پریدن از نقاط مختلف ندارند. گربه ها میتونن 6 برابر طولشون بپرند. بینی گربه ها منحصر به فرده و شبیه به اثر انگشت انسان هاست. گربه روی بینیش اثر انگشت داره. الگوی روی بینی هر گربه مثل اثر انگشت انسان منحصر به فرده و بینی هیچ 2 گربه‌ای 100% مثل هم نیست. لازمه بگم که گربه ها نزدیک بین هستند، اما دید در شب و دید محیطی آنها بهتر از انسان است. تفاوت اصلی بین دید یک گربه و یک انسان در شبکیه چشم اونهاست. شبکیه لایه‌ای از بافت است که در پشت چشم قرار داره و حاوی سلول‌های گیرنده نور است. گربه‌ها بهتر میتونن در شب ببینن. اونها میتونن سایه‌های خاکستری و روشنی رو تشخیص بدن. بچه گربه 26 دندون شیری و گربه بالغ 30 دندون دائمی داره. بچه گربه‌ها 26 دندون شیری دارن که شامل 12 دندان پیشین، 4 دندان نیش، 10 دندان پیش آسیاب و 0 دندان آسیاب دارن. تا بزرگسالی گربه‌ها 30 دندان دائمی دارند. آنها در سن 4 تا 5 ماهگی 4 دندان آسیاب در میارن که جمعاً به 30 دندان میرسه. میدونستید گربه‌ها حرکات تطبیقی دارن؟ این به این معنیه که وقتی راه میرن پنجه‌های عقبی آنها در همان نقطه قرار میگیره که پنجه‌های جلوییشون قرار داره. این پدیده به تطبیق مستقیم معروف است. گربه راه رفتن گام به گام دارد. آنها هر 2 پا را در یک طرف بدن قبل از پای طرف دیگه حرکت میدن. این نوع حرکت اونها رو قادر میسازه تا زمانی که در زمین‌های ناهموار قدم میگذارن پای مطمئنی برای پنجه‌های عقبی داشته باشن. گربه‌ها بعد از اینکه بالای درخت میرن نمیتونن با سر به پایین برگردن. به همین دلیل اغلب اونها بالای درخت گیر میکنن. گربه‌ها معمولا شکم و پنجه‌های سفیدی دارن. یک رنگدانی سفید رنگ درست در رحم در راستای سلول‌های ستون فقرات ایجاد می‌شود و به سمت جلو کشیده می‌شود.
گاهی اوقات این رنگدانه در وسط راه متوقف شده و در نتیجه باعث ایجاد رنگ متفاوت در بالا و رنگ سفید در پایین می شود. گربه ها برعکس انسان ها خیلی کم عرق می کنند. غدد عرق روی انگشتان پا و بالشتک پنجه گربه ها وجود دارد. این غدد تنها زمانی عرق تولید می کند که گربه بترسد یا استرس داشته باشد. شاید یه سوال تخصصی به ذهنتون برسه و با خودتون بگید آیا ممکن است بچه گربه ها یک مادر بیشتر از یک پدر داشته باشند؟ بله، و ممکن است ظاهر همه آنها با یکدیگر متفاوت به نظر برسد. یک گربه در دوران گرما در طول روز سیکل خود چندین تخمک آزاد می‌کند. اگر یک گربه ماده در گرما بیش از یک شریک نر را برای جفتگیری انتخاب کند، این امکان وجود دارد که او بچه گربه‌هایی را از پدرهای مختلف باردار شود. گربه می‌تواند از هر روزنه‌ای که کوچکتر از سرش باشد عبور کند. مشاهده گربه‌ای که سر خود را در سوراخ بسیار کوچکی می‌فشارد و از آن رد می‌کند غیر عادی نیست. دلیل این امر این است که گربه‌ها هیچ استخوان ترقوه‌ای ندارند و به همین دلیل می‌توانند به راحتی از سوراخ‌های کوچکتری نسبت به سر خود عبور کنند. برخی از گربه‌ها بیش از 18 انگشت پا دارند. گربه‌هایی که بیش از 18 انگشت پا دارند پلیداکتیل نامیده می‌شوند. این حیوان ملوث به دلیل جهش ژنتیک که منجر به انتقال ژن غالب به خانواده می‌شود، انگشتان پای بیشتری دارند. کلیه قوی گربه نمک را فیلتر می‌کند تا آب بتواند هیدرات کند. میگید یعنی چی؟ اجازه بدید میگم براتون. عملکرد بیولوژیک بدن گربه‌ها با انسان متفاوت است. بدن آنها می‌تواند آب شور را تصفیه کند. این حیوان کلیه‌های قوی دارد که نمک آب دریا را نیز فیلتر کرده و از آب تصفیه شده برای هیدراتاسیون استفاده کند. اما با این حال آنها نمی‌توانند به تنهایی با آب شور و غذا دوام بیاورند. مصرف مداوم نمک بیش از حد می‌تواند بر کلیه آنها تأثیر بگذارد. اگر گربه در شرایط سختی گرفتار شود، می‌تواند برای چند روز با آب شور زنده بماند. مالیدن سر نشانه تصاحب است. این تصاحب به معنی تسخیر روح نیست، اما اگر گربه دوست دارد سرش را به شما یا مبلمان خانه بمالد، با این کار نه تنها علاقه‌اش را نشان می‌دهد و طلب محبت می‌کند، بلکه شما را به عنوان دارایی خودش علامت می‌زند. وقتی گربه سرش را به جایی می‌مالد، فرمون‌ها از غدد بویایی اطراف صورتش آزاد می‌شوند و بوی خود را روی اشیا یا افراد به جا می‌گذارد و آنها جزء قلمروش حساب می‌شوند. گربه‌ها رادار طبیعی برای پیدا کردن خانه دارند. حس جهت‌یابی در گربه‌ها فوق‌العاده است و به ندرت گم می‌شوند. علت بیشتر گم شدن‌ها به دام افتادن در ساختمان‌ها یا فضای بسته است، نه اینکه آنها خیلی دور شدند و نمی‌توانند راه را پیدا کنند. گربه‌ها مانند پرندگان حس غریزی برای پیدا کردن خانه دارند و از مسافت نسبتاً دور می‌توانند خانه خود را پیدا کنند. ممکن است شنیده باشید که کسی که گربه داشته و به خانه جدید اسباب کشی کرده، گربه‌اش را گم کرده، در حالی که گربه به خانه قبلی که مایل‌ها دورتر بوده برگشته. گربه هزاران هزار راز نهفته دیگر هم دارد که اگر بخواهیم بگوییم باید 5-6 تا کلیپ براتون درست کنیم. به طور کلی این موجودات عجیب و خارق العاده زندگی و قدمت زیادی دارند و به خوبی میتوانند با انسان انس بگیرند. خواهشم ازتون اینه که به گربه‌های با رنگ مشکی بیشتر اهمیت بدین. درسته که در گذشته چیزهایی درباره گربه‌های سیاه به ما گفتند که شاید حقیقت داشته باشه، ولی محققان به این نتیجه رسیدن که پیشی‌هایی که رنگ سیاه دارند اغلب خریداری نمیشن. برخلاف رنگشون اونا قلب و احساسات مهربونتری نسبت به گربه‌های دیگه دارند و این تبعیض ناجوان مردانه حق اونا نیست. حالا ازتون میخوام که شما با دانسته هاتون درباره گربه ها به ما کمک کنید. کامنت بذارید تا علممون درباره این حیوانات بامزه بیشتر بشه. راستی رفقا، لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید. ممنونم ازتون. تا دانستنی پلاس دیگه، بدرود.